2 روز از برگشتنمون گذشته بود که بعد از ظهر بالاش زودتر اومد خونه. با خودش شیرینی خریده بود. من و مامانم هم تحت تاثیر شادی اون با خوشحالی نشستیم و چشم دوختیم به دهنش که مناسبت این شیرینی رو بهمون بگه. جعبه رو باز کرد و گرفت سمت هر کدوممون و بعد رو به مامانم گفت امروز با مدیر یه دبستان شبانه صحبت کردم و تو رو ثبت نام کردم. ایشالله از اول مهر میری برای درس خوندن. دهن من و مامانم باز مونده بود. مامانم زودتر از من خودشو جمع جور کرد و گفت یعنی با این سن چیزی تو کله من میره؟ بالاش در حالی که شیرینی میذاشت دهنش گفت حرفا میزنی گلبهار، معلومه که میره. تو هم مثل دخترت باهوشی، من مطمئنم کلاسا رو 2 تا 1 میری بالا. مامانم با لبخند گفت ایشالله. بالاش رو به من گفت ایشالله شناسنامه تو هم اول مهر میاد. با مدیر همین مدرسه صحبت کردم و شرایط تو رو گفتم. قبول کرد سر کلاس 5 بشینی، ولی بعد تابستون امتحانات اول تا 4 هم بدی. خودم واسهتون معلم خصوصی میگیرم که تو هیچ درسی هم گیر نکنین. یعنی این همه خوشبختی که من شاهدش بودم رویا نبود؟ دوستای خوبم سلام. به کانال داستان‌های عاشقانه با فاطیلند خوش اومدید. اگه تا اینجا از این داستان خوشتون اومده ممنون میشم با لایک و کامنتتون حمایتم کنید و برای از دست ندادن قسمت‌های بعدی کانال رو سابسکرایب کنید. حالا بریم سراغ ادامه داستان. 10 سال بعد با صدای جیغ و داد هوتن لای چشمامو باز کردم. این پسر اصلاً آروم و قرار نداشت. یه روز جمعه‌ام به مدد صدای نکره این برادر بیش فعال نتونستم بیشتر از 6 ساعت بخوابم. با بیحالی ملافه رو کنار زدم و بلند شدم. خواب که به دست و روم خورد خواب از سرم پرید. خیلی به خوابیدن عادت نداشتم و واسه همین زودتر بیدار شدن و کمخوابی اذیتم نمی‌کرد. برگشتم تو اتاق و موهای بلند و صاف و مشکیم و که بلندیش طبق آخرین اندازه‌گیری‌های دقیق مامان 2 بند انگشت بالای کمرم بود شونه کردم و با کش بستم و راهی آشپزخونه شدم. هر 3 نفرشون تو آشپزخونه بودن. عزیزترین آدمای زندگیم و مهمترین داشته‌هام. سلام بلندی کردم و صورت بابا و مامانو بوسیدم. موهای هوتن رو به هم ریختم و نشستم سر جام. یه لقمه نون گذاشتم تو دهنم و رو به هوتن گفتم بچه تو خواب نداری؟ یه روز جمعه خواستیم 1 ساعت دیرتر پاشیم و اگه گذاشتی؟ هوتن شیرشو سر کشید و گفت من بی تو حوصله‌ام سر میره. یا دانشگاهی یا درس میخونی یا خوابی. بابا که گذر 10 ساله عمر موهای شقیقه‌شو خاکستری کرده بود گفت دختر بابا رو اذیت نکن هوتن. واسه رسیدن به اینجایی که هست خیلی زحمت کشیده و هنوزم کلی راه در پیش داره. به جای اذیت کردنش یکم ازش یاد بگیر بچه. هوتن لب برچید و گفت خیلی دوستش میکنی بابا. فردا شوهرش پسش میاره ها. دهن هر سه ما به خاطر نطق این بچه 8 ساله باز موند. واقعا این جمله پرمعنی که میگه دهه 80 گودزیلان راسته به خدا. مامانم چشم قره‌ای به هوتن رفت و گفت بی ادبی نکن هوتن. زود باش از خواهرت معذرت خواهی کن. سرمو به معنی اشکال نداره تکون دادم و گفتم عیبی نداره مامان. هوتن که نمیدونست حرفش معنی بدی داره و اون نباید راجع به این چیزا حرف بزنه. دیگه تکرار نمیکنه. مگه ندادشی؟ هوتن با بغضی که به خاطر دعوای مامان تو گلوش نشسته بود گفت بله. بابا از سر میز بلند شد و همزمان رو به مامانم گفت امروز میری آموزشگاه گلبهار؟ مامانم نگاه مهربونی حواله پرسش با منظور بابا کرد و گفت معلومه که نه. امروز از اون روزاست که همگی با همیم. باید قدرشو بدونیم. لبخند بابا نشانه رضایتش بود که با تمام سعیش نتونست پنهونش کنه. کنار بابا نشسته بودم و از وضعیت درس دانشگاه حرف می‌زدم که هوتن درست پشت گوشم جیغ کشید. حسابی ترسیده بودم. بابا عصبانی بهش توپید. این چه کاریه؟ بگی بشین دیگه بچه. هوتن با چشمای سبز قشنگش که کپی برابر اصل مامان بود و بابای بیچاره هیچ نقش ژنتیکی تو تولدش نداشت غمگین نگام کرد. رو به بابا گفتم هوتن منو کم میبینه. دلش میخواد باش بازی کنم.
این سرتق بازیاشم برای جلب توجه منه. بابا با سر حرفمو تایید کرد. آغوشمو باز کردم و اجازه دادم داداش گلم خودشو تو آغوشم مخفی کنه. بابا با همه استادای من آشنا بود. ناسلامتی یه زمانی خودش دانشجوی همین دانشکده بود. مامان چای رو میز گذاشت و خودش نشست. همزمان تلفنش زنگ خورد. از آموزشگاهش زنگ زده بودن. به خانم معینی منشی آموزشگاه سپرد که خودش کارا رو ردیف کنه. چون نمیخواست امروز از کنار شوهر و بچه‌هاش تکون بخوره. مامان هنوز دانش آموز دبیرستان بود. 2 سال دیگه دیپلم کار و دانش میگرفت. طراحی لباس میخوند و با کمک بابا یه آموزشگاه خیاطی را انداخته بود که توش انواع و اقسام هنرهای مربوط به دوخت لباس مثل دوخت، گلدوزی، سوزندوزی و از اینجور چیزا رو یاد میداد. اوایل فقط خودش بود، اما با پیشرفت کارش و افزایش متقاضی چند تا مربی هم آورد که هم کار خودش رو سبک کنه، هم از طرفی آموزشگاه رو گسترش بده. اوایل خیلی سختی کشیدیم. هر ستامون درس میخوندیم و درس بابا سخت‌تر بود. هر سال امتحان ارتقا داشت که نفسشو میبرید. 2 سالی هم که واسه طرح تخصصش رفت چابهار، پدرمون در اومد. تازه اون موقع هوتنم به دنیا اومده بود و کار مامان خیلی خیلی سخت شده بود. یه پرستار گرفتیم براش، ولی باز در نبود بابا مامان خیلی مسئولیت‌ها رو تنهایی به دوش میکشید. اما اونقدری که توی زندگی با پدر واقعی پیر شد و زجر کشید، اینجا پیر نشد. مادرم با وجود مسئولیت‌های متعددی که تو زندگی با بالاش داشت، به خاطر حس عشقی که بالاش تو رگاش جاری میکرد، توان اینو پیدا میکرد که کوه جابجا کنه. اما بالاخره گذشت. دوره امتحان و آزمایش توانایی‌های ما و همینطور امتحان عشق و وفاداری اسطوره‌ای و افسانه‌ای مامان و بابا گذشت و هر دو با بهترین نمره قبول شدن. حالا شده بودیم یه خانواده شاد و موفق و آروم و بی‌حاشیه. من شاید به خاطر مشکلاتی که در گذشته داشتم، علاوه بر آروم بودنم تو خونه، آرومترین دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان محسوب می شدم. دانشجویی که از بیشتر همورودیاش بزرگتر بود. کسی که 21 سالگی وارد دانشگاه شده بود و تو سن 23 سالگی تازه دانشجوی سال 2 پزشکی بود. هیچ وقت از کوله پشتی خوشم نیومده بود. نمیدونم. شاید چون خیلی زود بزرگ شده بودم نمیتونستم ازش استفاده کنم. کیف کوچیک چرم مشکیمو برداشتم و مانتو شلوار ساده‌ای رو به تنم کردم و در حالی که لقمه دستساز مامانو تو کیفم میچپوندم راهی حیاط شدم. بابا تو ماشین منتظرم بود. بهترین بابای دنیا. مردترین مرد زندگیم. مردی که هیچ کس باورش نمیشد بابامه و من با تعجب اونا فقط یه لبخند میزدم. برملا شدن راز این که چرا بالاش بابام نیست میتونست منو دوباره با حقیقت تلخ گذشته این نه چندان خوبم روبرو کنه. آسته میرفتم آسته میومدم که هیچ شاخی با هم درگیر نشه. همیشه سرم تو درس بود و فقط خودم و خدای خودم میدونستیم که چقدر از جنس مرد واهمه دارم. شاید یکی بگه اسمش تنفره، ولی من به جرئت میتونستم بگم متنفر نبودم، بلکه به شدت میترسیدم. دختر دکتر اسدی معروف بودم و چند تایی از استادا منو از بابا خواستگاری کرده بودن. خوبی رشته پزشکی اینه که پسر تا بخواد درسش تموم بشه و یه تخصصی بگیره و مثلا بشه استاد، حسابی پیر پسر شده. بابا هم که کمابیش از مشکل من با خبر بود، همونجا فاصله سنی رو بهونه کرده بود و ردشون کرده بود. خودمم اونقدر سر به زیر و بچه درس خون بودم که ظاهرا خدا رو شکر هیچ جذابیتی برای کسی نداشتم. با صدای گرم بابا به خودم اومدم. ساکتی دخترم. لبخندی زدم و گفتم فکرم درگیر امتحان علوم پایه است. 5 ماه بیشتر وقت ندارم بابا. درسته این ترم درسام سبک و درس آنچنانی ندارم، ولی چون میخوام حتما جزء 1% بشم از الان استرس دارم. بابا نگاهی بهم کرد و گفت چرا اینقدر این 1% واسط مهمه؟ گفتم من دیر شروع کردم. اینطوری یکم از تأخیر جبران میشه. فقط همین. بابا جلوی دانشگاه نگه داشت و چرخید طرف من و گفت میدونی که هر تصمیمی بگیری من حمایتت میکنم، ولی اینطوری داری خیلی به خودت فشار میاری.
پزشکی پروسه طولانیه. 1-2 سال تو این پروسه خیلی به چشم نمیاد. نمیگم تلاش نکن، تلاشتو بکن، ولی کاری نکن از لحاظ جسمی و روحی مشکلی برات پیش بیاد. لبخند اطمینان بخشی زدم و گفتم چشم، ناامیدتون نمی‌کنم. پیشونیمو بوسید و گفت همیشه بهت افتخار کردم، هم به شجاعتت هم به درایتت. لبخندی به این همه مردونگی زدم و از ماشین پیاده شدم. با دخترای همکلاسیم رابطم خوب بود، ولی نه اونقدری که سر از کارم در بیارن. سر کلاس معارف که به علت عمومی بودن و مشترک بودنش با سایر رشته‌های گروه، کلی دانشجوی غریبه دارو و دندون هم توی کلاس نشسته بودن، ساکت منتظر ورود استاد بودم که خیرگی نگاهی رو خودم حس کردم. برگشتن سمت اون سنگینی نگاه همانا و یخ بستن خون تو تمام تنم همانا. پسری قد بلند و سبزرو با صورتی به غایت آشنا زل زده بود به من، صورتی که مجبورم کرد تو دالون‌های تاریک ذهنم دنبال نشونه‌هایی از این رد نگاه خیره آشنا بگردم. با دستپاچگی کاملا مشهود سرمو به زیر انداختم، ولی خدا میدونست قلبم چطور میزد و چه عرقی از تیره پشتم روون بود. هیچ وقت فکر نمی‌کردم از دیدن اون روحانی عمامه به سر اخمو و پیر اونقدر خوشحال بشم. حضور اون کمی ضربان دیوانه‌وار قلبم آروم کرد، ولی ذهنم بدجور درگیر اون چشمای مشکی بود. چشمای گیرا با نگاهی پر از حرفی نشان از آشنایی. اصلا نفهمیدم اون ساعت چطور گذشت. منتظر حضور و غیاب بودم. شاید میتونستم با فهمیدن فامیلیش به این جستجوی بی ثمر تو مغزم پایان بدم. هامون صداقت، هامون صداقت، هامون. چرا این اسم اینقدر برام آشنا بود؟ مگه من پسری رو میشناختم؟ من چرا باید این پسر رو بشناسم؟ مطمئن بودم من این آدم رو با این اسم یه جایی دیدم و بدبختانه مطمئن بودم این آشنایی مربوط به این چند سال اخیر نیست. اگه بود میفهمیدم. متاسفانه شک نداشتم هر چی که هست مربوط به همون گذشته‌ایه که 10 ساله با همه توانم سعی کردم دفنش کنم. همین ارتباط با گذشته تاریک منو به شدت میترسوند. چون مثبت بودم و سر هیچ کلاسی غیبت نداشتم، با خیال آسوده از تعداد غیبتام کلاسای بعدی رو بی خیال شدم و خواستم برگردم خونه. من ترسیده بودم. آره، اعتراف میکنم. ترسیده بودم. از هر کسی که مربوط میشد به اون روستای جهنمی به شدت وحشت داشتم. با قدم‌های تند ولی نامنظم راه خروج دانشگاه رو پیش گرفتم که یه صدای مردونه‌ای فامیلیمو صدا کرد. بی‌اعتنا به صدا تندتر قدم برداشتم که این بار اسمم بود که صدا میشد و همین میخوبم کرد. وحشت زده به سمتش برگشتم. ضربان قلبم داشت سینمو میدرید و دستم عرق کرده بود. خودش بود، هامون صداقت، پسری که آشنای روزهای تاریکیم بود. سر به زیر گفتم بله. میخواستم عادی باشم، ولی بچه 3 سالم با اون همه سرخ و سفیدی و دستپاچگی که از احوالات من مشهود بود میفهمید من عادی نیستم. نبودم. من اصلا عادی نبودم. لرزش دستام که چند سالی رو برای درمانشون وقت صرف کرده بودم دوباره با قرار گرفتن تو اولین موقعیت استرسی برمیگشت. عصبی بودنم و بدجور به رخ میکشید. نفسی تازه کرد و گفت ماشاءالله چه سرعتی، نفسم برید خانم دکتر. سر به زیر گفتم امری دارین؟ گفت بی مقدمه میگم تو هورنازی نه؟ با ترس گفتم اسمم هورنازه، ولی نمیدونم شما دنبال کدوم هورناز میگردین. من شما رو نمیشناسم. لبخندی نشست رو صورت مردونش و گفت خودتی. من مطمئنم. من همبازی دوران بچگیمو فراموش نمیکنم. اسم مادرت گلبهاره نه؟ خدایا چرا هوا کم بود؟ چرا نفسم تنگ بود؟ چرا همه جا تاریک بود؟ چرا دستام یخ بود؟ چرا پاهم شل شد؟ تلو تلو خوران خودمو به نیمکتی رسوندم و نشستم. خدا رو شکر که نقش بر زمین نشدم.
نگران کنارم نشست و گفت خوبی؟ چرا یهو حالت بد شد؟ شناخته بودمش. من بدذات‌ترین و شرورترین و تخص‌ترین بچه کوچه های کثیف روستا رو شناخته بودم. پسر کوچیک کت خدا، همونی که یه روزی بالاچ نجاتش داده بود. پسری که بعد از شهید شدن برادر بزرگترش تنها اولاد ذکور کت خدا به حساب می اومد و حسابی عزیز کرده بود. پسری که بارها آبشار مشکی موهامو جوری کشیده بود که نفسم بریده بود. پسری که بارها وصله های زانوی شلوارمو به رخم کشیده بود و مسخرم کرده بود. پسری که 3 سال ازم بزرگتر بود. حالا بعد از 10 سال یکی از کابوسای کودکیم اینطور متشخص و با وقار جلوم نشسته بود و ادعا داشت نگرانم شده. کمی خودمو جمع و جور کردم و گفتم شما اینجا چی کار میکنید؟ لبخندی زد و گفت پس زبون داری؟ من فکر کردم شهرنشینی حسابی رو تکلمت اثر کرده. سال 3 دندونم. انتقالیم. مشهد بودم. دیگه نتونستم طاقت بیارم. کلی دوندگی کردم تا انتقالیم جور شد. تو چی کار میکنی؟ عزممو جذب کردم که بلند شم و موفق شدم. بلند شدم و گفتم من مطمئنم تو اون خراب شده حسابی حرف من و مامانم پیچیده بود. یه تو که پا بری اونجا همه داستان من دستت میاد. بعد مکسی کردم و عصبی ادامه دادم فقط خواهشاً این جریان همبازی کودکی رو بذارین تو همون کودکی باقی بمونه. من آدم بی‌حاشیه‌ایم. میخوامم همینطور باقی بمونم. لطفاً به این خواستم احترام بذارید. مسیر خروجی رو پیش گرفتم و سعی کردم به دور از فشار عصبی که بهم منتقل شده محکم قدم بردارم. بیرون دانشگاه برای اولین تاکسی دست بلند کردم و دربست گرفتم برم خونه. دلم آرامش خونه رو میخواست. من از حضور مردی از گذشته تو زمان حال بد جور شوکه و ترسیده بودم. شاید اگه زن بود اینقدر حالم بد نمیشد. یه مرد، اونم از اون روستا، فاجعه بود. فاجعه. خسته از کشمکش درونی کلید انداختم و وارد خونه شدم. میدونستم الان هیچکی خونه نیست. مامان آموزشگاه بود و هوتن مدرسه. 3 سال پیش بابا واسه این مامان یه ماشین خریده بود که کار بردن و آوردن هوتن به مدرسه و خونه رو خودش عهده‌دار بشه. هوتن و سرویس از مدرسه میبرد آموزشگاه مامان و 2 ساعت بعد از اونجا با هم میومدن خونه. هنوز تا اومدن اونا 3 ساعت وقت بود. برای خالی کردن خودم از این همه حس بد و آزاردهنده یه دوش سرپایی گرفتم. موقع خوش کردن موهام که توی موهام دست کشیدم یاد آزارای هامون افتادم. انگار که دیدن این مرد منو بیشتر به اون روستای لعنتی پیوند میداد. 10 سال بود داشتم تلاش میکردم کابوس آدینگو از ذهنم دور کنم. حالا میفهمیدم که همه چی بیهوده بوده و وقتی تو موقعیتش قرار بگیرم بازم ناتوانم. بعد از اون جریانات بابا خونه رو عوض کرد. نه برای اینکه پیدامون نکنن، نه، چون پیدا کردن دکتری با اسم و رسم بابا تو زاهدان چندان سخت نبود. برای این عوض کرد که آخرین خاطره ای رو که از خلج داشتم از ذهنم پاک بشه. حس می کردم با این جابجایی ازشون دورتر شدم. حالا با وجود این پسر که پل ارتباطی بین ما و اون روستا بود، اونا به راحتی به محل تحصیل من دسترسی داشتن. از آدینگ، پدرشو، همه مردای متعصب اون روستا وحشت داشتم. از خلجی که از پدری حتی لایق اسمشم نبود، فقط اینو میدونستم که هنوز زندانه. بابای آدینگم همینطور. بارها روز آزادی اونا رو با مرگ خودم تو کابوسام همزمان دیده بودم. حس میکردم کابوسام دارن جون میگیرن، دارن زنده میشن. دوباره یادم افتاده بود چقدر از اونا میترسم. دلم آغوش بابا رو میخواست که بهش پناه ببرم. درست مثل شبایی که کابوس تجاوزهای مکرر آدینگ مثل خوره به جونم میافتاد و زجه های تنهایی من فقط تو آغوش این مرد خاموش میشد. کاش بالاچ تنها قهرمان زندگی من زودتر برمیگشت خونه. ساعت حدود 3 بود که مامان و هوتن برگشتن. میدونستم با دیدن کفشم و فهمیدن این که من خونم چقدر نگران میشه. واسه همین قبل از اینکه دیوونه وار به اتاقم سرازیر بشه ماسک بیدردی به صورتم زدم و رفتم پایین. تا منو دید نگران پرسید چی شده هورناز؟ چرا خونه ای؟ با عادی ترین لحن ممکن گفتم
استاد نیومده بود. کلاسای صبح کنسل شد. حوصله ولگردی الکی نداشتم. کلاسای بعد از ظهرم خودم تعطیل کردم اومدم خونه. نگاه مشکوکی به این همه ناپرهیزی من در مورد کنسلی کلاسای بعد از ظهرم کرد و با همون نگاه و لحن مشکوک گفت الان ناهارو گرم میکنم دخترم. هوتن با همون لباسای مدرسه کنارم جلوی تلویزیون جای گرفت و گفت چرا کلاسای ما هیچ وقت تعطیل نمیشه هورناز؟ خسته شدم بس که درس خوندم. لپشو کشیدم و گفتم تنبل خان، جوری مینالی انگار 30 سال درس خوندی. هنوز کلاس دومی آقا. کلی راه نرفته داری. حالا به جای گله و شکایت بهتر لباستو عوض کنی و دستاتو بشوری که نهار بخوریم. تا اومدن بابا دل تو دلم نبود. درست عاشق مامانم بودم اما یادم نمیاد دقیقاً از کی درد و دلم فقط برای بابام بود. در ضمن توی این مورد خاص نمیخواستم مادرم با شنیدن اسم اون روستای لعنتی دوباره عصبی و ناراحت بشه. تا شام بخوریم و من بابا رو تو اتاق مطالعهش تنها گیر بیارم و بتونم باش حرف بزنم کاملا کلافه بودم. وقتی تو اتاق بابا پرسید که چرا کلافم بی مقدمه گفتم پسر کت خدای روستا، همونی که نجاتش داده بودی، با هم کلاسیه بابا. خودکارشو با طمأنینه رو میز گذاشت و عینکشو با همون آرامش در آورد و گفت خب. یکم مونده بود از تعجب شاخ در بیارم، انگار که میدونست. با آرامش دوباره گفت این موضوع ایرادی داره؟ آب دهنم رو قورت دادم و گفتم نداره، اون مال اون روستاست. اون پسر کت خداست. خونه اون دیوار به دیوار خونه. بابا یه لیوان آب گذاشت جلوم و گفت بخور دخترم. گفتم شما میدونستین نه؟ آروم گفت این که انتقالی گرفته و اومده رو میدونستم، چون خودت میدونی که عضو کمیته نقل و انتقال دانشکده هستم، ولی اینکه دقیقاً با تو هم کلاس بشه رو نه، نمیدونستم. مردد گفتم من فکر میکردم حداقل از لحاظ قیافه و همینطور موقعیت اجتماعی تا حدی تغییر کردم که کسی از اون روستا به این راحتی ها منو به خاطر نیاره، ولی اون خیلی زود منو شناخت در حالی که من گیج بودم. حس کردم بابا لبخند دستپاچه‌ای زد و گفت باهوش بوده که دندون قبول شده دیگه. گفتم حضورش آزاردهنده است. آروم گفت میدونم چی میخوای بگی. اون پسر کت خدای روستاییه که یه زمانی توش زندگی میکردی و خاطرات خوبی نداری. اون همسایه کسیه که یه زمانی آزارت داده. خب که چی؟ مگه همه اینا مربوط به گذشته نیست؟ مگه نه اینکه تو الان یه دانشجوی پزشکی هستی و بابایی مثل من داری که نمیذاره احدی بهت چپ نگاه کنه؟ نالیدم و گفتم ولی این آدم مربوط به گذشته نیست، مربوط به حاله. من هر هفته سر کلاس معارف باید باش هم کلاسی باشم. شایدم چند تا عمومی دیگر رو با هم داشته باشیم، نمیدونم. حضورش آزارم میده، حالمو بد میکنه. صداش، نگاش منو یاد خاطرات بدم میندازه. در ضمن من میترسم بره بگه با من هم کلاس و یه ایل آدم را بیفتم بیان اینجا تا 2 تا زن ناپاک و نافرمون اصلاح کنن. بابا از پشت میزش بلند شد. ناخودآگاه منم بلند شدم. میزشو دور زد و اومد کنارم. دستشو دورم حلقه کرد و دریای آرامش وجودشو به سلولم تزریق کرد و زمزمه بار گفت هیچ ایلی بعد از 10 سال واسه پاک کردن گناه شما زن و بچه خودشو رها نمیکنه بیاد اینجا دنبال تو و گلبهار. هیچ جای ترسی وجود نداره. روبروشو با چیزایی که آزارت میده. قوی باش. نشون بده هورنازی که اونا یه ماه کشته بودنش الان چی شده، به کجا رسیده. سرتو با افتخار بگیر بالا. من پشتتم، مادرت پشتته، حتی اون جغله بیشفعالم پشتته. هورناز داری بزرگ میشی. اصلا همین الانم بزرگ شدی. شاید الان نه، ولی چند سال دیگه باید یه مرد غیر از من اون فسقلی رو کنارت داشته باشی. آماده باش برای روزی که دلت بلرزه برای یه مرد. بابا من از خودش جدا کرد و خیره شد تو چشمای اشکیم و گفت دختری که تو اون شلاق بیرحمانه زمونه دووم آورد و اینطوری شکوفا شد با حضور یه غریبه بیازار نباید بترسه. اصلا شاید طرحت هم انداختیم تو همون درمانگاهی که روزی در رحمتی بوده برات. باید طاقت اونجا رو داشته باشی دخترکم. اشکامو با پشت دستم پاک کردم. میدونستم
حداقل واسه چند ماه شارژ شدم و میتونم بدون ترس زندگی کنم. کار بابا همیشه همین بود. وقتی که کم می آوردم تا چند وقتی اینطوری کارم را مینداخت. تازه به خودم اومده بودم که صدای پر اشوه این مامان که با لحن خاصی بابا رو صدا میکرد توجه هر دوی ما رو به در بسته اتاق جلب کرد. ظاهرا بابا هم متوجه عادی نبودن لحن مامانم شد، چون دستپاچه سمت در رفت و همزمان با باز کردن در گفت با دخترم خلوت کردیم. شما حسودیت شده خانوم؟ فهمیدم به مامانم تقلب رسوند، چون مامانم با یه لحن دستپاچه گفت من برم ببینم هوتن خوابیده یا نه. در کامل باز نبود، ولی از لباس خواب گلبهی که گوشش رو از لای در نیمه باز اتاق که بابا با همه هیکلش جلوش وایساده بود میشد دید. میشد فهمید بابا با این سرعت عملش جلوی چه سوتی رو گرفته. با رفتن مامانم سریع از بابا بابت دلگرمیش تشکر کردم و سعی کردم با خلوت کردن خونه مزاحم لحظه ناب و خواستنیشون نباشم. با اینکه هنوزم اون تهمه‌های قلبم استرس داشتم، سعی می‌کردم خودم رو آروم نشون بدم. نگاه ریزبینانه بابا سر میز صبحونه کاملا منو زیر نظر داشت و من تلاش می‌کردم نشون بدم بهترم. البته بهتر بودم، بهتر از حالی که دیروز داشتم، ولی نه اونقدر که بابا خیالش راحت بشه. کلاس من ساعت 10 صبح بود و بابا زودتر باید میرفت. خوشحال بودم که باهاش نمیرم، چون تو ماشین میتونست به راحتی به احساس اون تهمه‌های قلبم دست پیدا کنه و به خاطر ضعفم سرزنشم کنه. 9:50 بود که خودم رسوندم دانشگاه. بی توجه و سر به هوا تند قدم برمی داشتم که سکندری خوردم و نزدیک بود کله پا بشم. خودم رو که جمع جور کردم یه نگاه زیرزیرکی به ملت انداختم ببینم کی متوجه این حرکت آکروباتیکم شده که از بخت بدم هامون صداقت درست روبروی من بود و با یه نیشخند مسخره از همون مسخره‌اش که تو بچگی دائم گوشه لبش بود و شرارتشو بیشتر به رخ میکشید منو نگاه میکرد. عین بچه‌ها با حرص رومو برگردوندم و به راهم ادامه دادم. از جلوش که رد میشدم آروم گفت سلام خانم عصبانی و عجول. با غیظ برگشتم طرفشو گفتم هنوز تو دهکوره شما وای میستن کنار کاریز و تیکه میندازن به دخترای مردم؟ انگار هنوز از سرت نیفتاد آقای دکتر. هاج و باج به حالت تهاجمی من نگاه میکرد. بالاخره لب از لب باز کرد و گفت من که چیزی نگفتم، چرا داغ میکنی الکی؟ یه قدم بهش نزدیک شدم و در حالی که طبق قراری که دیشب با خودم گذاشته بودم که از اول در مورد این پسر از موضع قدرت وارد بشم که نفهمه چقدر در برابرش احساس ضعف میکنم، انگشت اشارم و جلو بردم و گفتم ببین آقای صداقت، خوب میدونی چقدر از تو بقیه اهالی اون روستایی لعنتی بدم میاد. نمیخوام برام هم شهری بازی در بیاری. من نمیخوام باهات حتی سلام علیک کنم، چون مربوط به اون روستایی حتی یه همکلاسی معمولی هم به حساب نمیای. پس دیگه دور و بر من آفتابی نشو. قبل از اینکه فرصت بدم دهن گشادشو باز کنه با همون عجله به طرف ساختمون دانشکده راه افتادم. قلبم به شدت میزد و دستام به وضوح میلرزید، اما عجیب احساس آرامش میکردم، احساس قدرت، احساس جدی بودن. خودم از خودم خوشم اومده بود و این موضوع جریان خنکی رو توی همه وجودم به حرکت در آورده بود که باعث میشد همه التهاب چند لحظه پیشم فروکش کنه. با آرامش سر کلاس نشستم. خوشبختانه کلاس مشترک من و اون عامل عذاب فقط همون معارف بود. بعد از برخورد اون روزم تا هفته بعدش سر کلاس معارف دیگه باش اصلا روبرو نشده بودم. اما همین که تو دومین کلاس مشترکمون اومد درست پشت سرم نشست، دوباره حالم بد شد و فقط هرس می‌خوردم. منی که از وقتی که دختر بالات شده بودم هیچ مردی توجهمو جلب نکرده بود و نه به عنوان آدم خوب و نه به عنوان آدم بد تأثیر روی من نذاشته بود، الان یه هفته بود این پسر رو کرده بودم ملکه عذاب خودم. هر حرکتشو غیر عادی و عاملی جهت ضربه به خودم تلقی می‌کردم و هرس می‌خوردم. هنوز خودمو پیدا نکرده بودم که خودشو کشید جلو و زمزمه کرد سلام عرض شد خانم اسدی. هم هرس می‌خوردم و هم ترسیده بودم. این حرکت یعنی من کارم با تو تموم نشده، یعنی خوشم میاد اذیتت کنم، یعنی اون هارت و پورت هفته پیشت بی اثره، یعنی به آدینگ میگم که تو اینجایی،
یعنی همه چی رو به هم میریزم. یعنی نمیذارم توی یه لقبای فقیر دکتر بشی و اشک بود که میجوشید. همه ترسای واقعی و واهی من از روبرو شدن با هر فردی از اون روستا درست دوباره مثل همون 10 سال پیش به قلبم هجوم آورد. سرم تیر میکشید و دهنم خشک بود. به جاش اشک بود که سرازیر میشد. من ضعیف بودم. من در برابر اون ترسا ضعیف بودم. حرفا و نصیحتای بابا هم تا وقتی همه چی خوب بود روم کار میکرد. تو مرحله بحران میشدم همون دختر بچه 13 ساله‌ای که از درد به خودش میپیچید و تمکین و تمرین میکرد. آیدا همکلاسی آذرین که درست از اون سر دنیا برای دکتر شدن کوبیده بود اومده بود اینجا، از در کلاس وارد شد و قبل از اینکه من به خودم بجنبم رد اشکو تو صورتم دید و با تون صدایی که مطمئناً تا شعاع 1 متریمون همه شنیدن گفت: سلام، گریه کردی؟ چی شده هورناز؟ همین جرقه کافی بود که کیفمو چنگ بزنم و بی توجه به نگاه میشی و هاج و واج سفید ترین دختری که تو عمرم دیده بودم از کلاس بزنم بیرون. رفتم دستشویی و صورتم آب زدم. بهتر بودم ولی خوب نه. چرا من خوب نمیشم؟ چرا این کابوس تمام نمیشه؟ کاش آدینگ میومد و منو با همون قمه‌ای که از اتاقش آویزون کرده بود 2 شقه میکرد و خلاص. اینطوری که هر بار من بیشتر زجر میکشم. میدونم این پسر ربطی به اون نداره. میدونم من بالاچو دارم. میدونم الان دختر بالاچم و مملکت اینطور بی قانون نیست که اون بتونه به راحتی اذیتم بکنه. ولی دست خودم نیست. هر چیزی که منو به اون روستای لعنتی، به اون خونه درد و اون اتاق کذایی مربوط کنه برام وحشت آوره. من هر ماه با شروع درد ماهیانم همون کابوسا رو میبینم. من هر ماه از زور فشار باید سرم بزنم. من هر ماه یادم میفته چطور بیرحمانه زن شدم. من از همه مردم میترسم. من هنوزم بعضی شبا سنگینی بدن بزرگ و قدرتمند آدینگو روی دنده های ضعیفم حس میکنم. من هنوزم نمیتونم رو خودم پتو بکشم چون سنگینه. من هیچ وقت در اتاقمو نمیبندم چون میترسم قفل بشه. میترسم تو اتاق با آدین گیر بیفتم. اشک میریختم و بدبختیایی که شاید هیچ ربطی به هامون نداشتن و دوباره و 1000 بار دیوانه‌وار نشخوار میکردم و خودمو آزار میدادم که در دستشویی باز شد و آیدا رنگ پرید و عصبی اومد تو تا منو دید داد زد: دیوونه زنجیری، هیچ معلومه کجایی؟ کل دانشگاه و دنبالت گشتم، چه اول صبحی؟ دوباره مشتی آب به صورتم زدم و گفتم: حالم خوب نیست، پریودم. نگران گفت: بازم اونطوری شدی؟ سرمو تکون دادم که اومد زیر بغلم و گرفت و گفت: کمکت کنم ماشین بگیری بری خونه؟ گفتم: نه نمیخوام، میرم تو محوطه میشینم، یکم هوا بخوره به سرم بهتر میشم. هفته پیش کلاسای بعد از معارف رو کنسل کردم، الان نمیشه دیگه. تو برو، الان استاد میاد. رفتم تو حیاط، روی یه نیمکت تو سایه نشستم. 5 دقیقه از نشستنم نگذشته بود که صدایی از پشت سرم گفت: من معذرت میخوام. با وحشت برگشتم عقب. نگاهی به اطراف کرد و وقتی از نبود بچهای حراست مطمئن شد نشست رو نیمکت و گفت: اگه به خاطر سلام علیک من اونقدر ناراحت شدی که گریه کردی، من معذرت میخوام. میدونم چقدر از اونجا بدت میاد و میدونم چی باعث این حس شده، ولی قبول کن داری بی‌انصافی میکنی. من هیچ صنمی با اون عوضی ندارم. سرم به شدت درد میکرد و حال صحبت کردن نداشتم. هیچی جوابشو ندادم. اون دوباره ادامه داد: پدرت به گردن من خیلی حق داره. منظورشو نفهمیدم. بالاچو میگفت یا خلج؟ البته خلجی رو که من میشناسم به گردن هیچ کسی هیچ حقی نداره. تو تردید دست و پا میزدم که گفت: دکتر اسدی جون منو نجات داده. من تا آخر عمر یه جون بهش بدهکارم. مطمئن باش من چیزی در مورد تو دکتر اسدی به اون نمیگم. به هیچکی نمیگم. هفته یه بار میرم به خانوادم سر میزنم و زود برمیگردم خوابگاه. مشهد که بودم اوضاع روحیم خوب نبود. شاید شیطون به نظر برسم، ولی خیلی عاطفی‌ام. دلم تنگ میشد و چون راحت نمیتونستم بیام اینجا کلی اذیت میشدم. بالاخره تونستم انتقالی بگیرم، ولی درسام جوری نیست که تلپشم خونه. پنجشنبه شب میرم و جمعه شب برمیگردم. بیرونم نمیرم. جایی واسه گشتن تو اون روستا نیست. میرم خانواده‌مو ببینم، نه هیچ عوضی بی غیرتی رو. به طرفش برگشتم و نگاش کردم. لبخندی زد و گفت: میدونم خاطرات چندان خوشایندی هم از من نداری، ولی قبول کن بچه بودم و الان خیلی با اون موقع فرق دارم.
علت این که الان اینجام اینه که دختر دکتر اسدی که بهش خیلی ارادت دارم ازم دلگیر نباشه، یا اینکه ازم به خاطر همسایه بودن به اون نامرد نترسه. گفتم دوست ندارم با حرف بزنم. از مردم اون روستا خوشم نمیاد. نفسی بیرون داد و گفت خب این رک بودن خیلی خوبه، ولی خب در حد سلام علیک که مجازم به هم ولایتیم نزدیک بشم. هان؟ چاره ای نبود. گفتم در حد یه همکلاسی خاموش فقط سلام علیک. حق بیشتر از اینو نداری. من خوشم نمیاد ازت. لبخندی زد و بلند شد و گفت باشه، همینم غنیمته. جلوتر اومد و خیره شد تو چشمام و گفت میدونستی خیلی فرق کردی؟ کلی عوض شدی. خانوم شدی. دکتر شدی. بی مقدمه گفتم پس از کجا شناختیم؟ مثل کسایی که مچشونو گرفته باشن. دستپاچه نگام کرد و گفت چون خیلی باهوشم. چرا حس کردم عین جمله بالاچ بود؟ دو انگشت دست راستشو کنار شقیقش آورد و با حالت نظامی گفت فعلا هم ولایتی. 1 ماه از آغاز ترم و همینطور آشنایی من و هامون میگذشت و همه چی آروم بود. به شدت مشغول مرور درسام واسه امتحان علوم پایه بودم و چون تعداد درسایی که برای این ترم نگه داشته بودم کم بود، کمتر تو دانشگاه رفت و آمد میکردم. از اواخر ترم قبل متوجه زمزمه‌هایی از جانب دخترها شده بودم که میگفتن یکی از پسرای ترم بالایی که دوره انترنی رو میگذروند ظاهرا تو خوابگاه عنوان کرده که از من خوشش میاد، اما به خاطر جذبه بابام و سگ اخلاقی خودم نمیتونه پا پیش بذاره. اونقدر این مسائل برام دور و غیر ممکن به نظر میرسید که حتی نخواستم بشناسم این یارو کیه. آشنایی با یه پسر بهترین سرانجامش ازدواج بود و این برای من زخم خورده یعنی فاجعه. همین بهتر که دور از حاشیه باشم. چند باری آیدا خواست سر صحبت رو باز کنه و نشونم بده پسر کیه، ولی نگاه برزخی من جلوشو گرفت. اول هفته بود و من ساعت 8 صبح کلاس داشتم. بابا منو رسون دانشگاه و رفت بیمارستان. تو راهرو بودم که صدای دعوا شنیدم. هرچی به کلاس 103 نزدیکتر می شدم صدای دعوا هم شدیدتر می شد. وارد کلاس که شدم دیدم هامون با یه پسر حسابی دست به یقه شده. پسره به نظرم آشنا بود ولی مطمئناً هم کلاسی نبود. چند تا پسرم سعی داشتن اونا رو از هم سوا کنن. رنگ پریده و ترسون تو همون آستانه در موندم. چند تا دخترم که تو کلاس بودن آروم از بغل پسرها رد شدن اومدن کنار من. شمیم دختر بازیگوش و ریزنقش کلاس گفت چه شیر تو شیری شد. تو فهمیدی چرا به هم پریدن عسل؟ عسل که محو تماشای صحنه اکشن دعوا بود گفت نه، داداش بزرگ مهدوی که انترنه اومد تو کلاس پیش برادر کوچیکش و داشت باش حرف میزد که اون پسر دندونه تو معارف باش هم کلاسیم بی هوا اومد تو یکی خوابون بغل گوشش و دعوا شروع شد. با صدای یالای مدیر حراست که پشت سرمون وایساده بود ببخشید گویان کنار رفتیم و اجازه دادیم وارد کلاس بشه. با ورود مدیر حراست دستا از یقه‌های جر خورده 2 پسر پایین اومد و هر دو دنبال مدیر راه افتادن سمت دفتر حراست. موقع خروج هامون پا کند کرد و آروم گفت سلام هم ولایتی. چه دل خجسته‌ای داشتیم بابا. داشتن میبردن پخش کنن. آقا چاق سلامتی میکرد. چون این موضوع به قول هامون به هم ولایتیمون مربوط بود یکم کنجکاو بودم جریان چیه. البته اون از همون بچگی شر بود و مطمئنا دندون پزشکی خوندنم نتونسته بود آرومش کنه. ولی اینجور دعوای کوچه بازاری اونم تو دانشکده پزشکی لابد علت خیلی مهمی داشته و همین تحریکم میکرد کنجکاوی نشون بدم. پرسیدن علت این دعوا اونم 2 بار از طرف آدم ساکتی مثل من باعث شد آیدا با ابروهای بالا رفته و چهره شیطون بگه نه خوشم اومد داری راه میافتی. داشتم مطمئن میشدم ژن فضولی نداری. هیچ میدونی مهدوی کیه؟ شونه‌ای بالا انداختم و گفتم من پسر میشناسم اینجا. خندید و گفت اینو راست گفتی. درخت بید مجنون بغل حیاط بیشتر از تو در مورد این جنس ذکور کنجکاوی نشون میده. همینه که تعجب کردم. این مهدوی همونیه که خاطرتو میخواد. بچه‌ها مورشو در آوردن. این بابا صداقت هم معرف حضور هست دیگه. حالا با توجه به شایعه خاطرخواهی تو از طرف دکتر مهدوی بزرگ میشه اینطور نتیجه گرفت که این صداقت هم بله. اخمی حواله لحن شیطونش کردم و گفتم
خداییش غیر از این برنامه هدف دیگه هم داری تو زندگی؟ خندید و گفت اولویت بعدیم دکتر شدنه، اگه خدا قبول کنه. میدونست خیلی کم حرفم، واسه همین گفت تو نمیخوای این شایعه جدید رو تایید یا تکذیب کنی خانوما؟ نفسمو با صدا بیرون دادم و گفتم یه نگاه به من بکن، به نظر تیپم میخوره به این حرفا؟ مردم حرف مفت زیاد میزنن، من اهمیت نمیدم. هیچ کدوم از این بنده خداها هم تا حالا پاشونو کج نذاشتن، همش شایعه است. لبخندی زد و گفت الله اعلم. وقتی رسیدم خونه یه جفت کفش مردونه غریبه جلوی پادری توجهمو جلب کرد. سابقه نداشت ما مهمون داشته باشیم، فقط خودمون بودیم و خودمون. با تعجب، تردید و کنجکاوی وارد خونه شدم. از دیدن مهمونمون وا رفتم. این اینجا چی کار میکرد؟ پسری پر رو. با ورود من به پذیرایی جلوی پای من بلند شد و گفت سلام خانم دکتر، خسته نباشین. اوه چه لفظ قلم. جلوی بابامم جرأت داری بگی هم ولایتی؟ با حرکت اون بابا و مامانم متوجه من شدن. سلام کردم اما خوش با رسمی. مامانم گفت نازم بیا بشین برات چایی بریزم دخترم. گفتم مرسی، تو بوفه خوردم، خیلی خستم، اگه اجازه بدین برم تو اتاقم. بابا گفت حالا بیا بشین، یکم اینجا خستگی در کن بعد. ناچارن رفتم و کنار بابا جاگیر شدم. بابا دست دور کمرم انداخت و منو بیشتر به خودش نزدیک کرد و گفت شنیدم با هامون همکلاسی هستی دخترم. این یعنی نمیخوام هامون بدونه تو در موردش با هم حرف زدی؟ بله گفتم و دوباره سکوت کردم. هم خیلی کنجکاو بودم، هم یه جورایی معذب. دلم نمیخواست پاش به خونمون باز بشه. مامان چای آورد و نشست رو به من و گفت میدونی امروز تو دانشکده چی شده هورناز؟ ابروامو دادم بالا و گفتم شما از وقایع دانشکده ما با خبرین؟ اشاره‌ای به هامون کرد و گفت هامون میگفت خاطرخواه داری. چه زودم با این هم ولایتی ما صمیمی شده بود که هامون صداش میکرد. با تعجب و یک کمی عصبانیت زل زدم به چهره بی‌تفاوت هامون و گفتم من فکر نمی کنم، اینو همش شایعه است. پشت سر همه دخترای دانشکده‌ام اینجور چیزا رو میگن، منم مستثنا نیستم. هامون گفت اونی که من دیدم خیلی بیشتر از یه شایعه دلش پیش شما گیر کرده بودا. کم کم داشتم به نقطه جوش میرسیدم. بریدم گیرم اینطور باشه که چی؟ دستاشو به علامت تسلیم بالا برد و گفت عصبانی هستی یا هم ولایتی؟ هیچی، مبارکه. گفتم بابا این همشهریتون چی میگه؟ بابا منو بیشتر به خودش چسبوند و گفت هامون شوخی میکنه دخترم. امروز اون گیس و گیس کشی تو کلاستون که با دخالت حراست ختم به خیر شد به خاطر همین خاطرخواه جناب عالی بود. من واسطه شدم که حراست چیزی تو پرونده این دوتا پزشک خوش آتیه عصبانی ننویسه. هنوز هضم نکرده بودم چی شده که هامون گفت از بچهای خوابگاه شنیده بودم خاطرتون رو میخواد. خب این ممکنه برای هر کسی پیش بیاد، واسه همین بیخیال بودم. اما امروز از یه منبع موثق شنیدم بیشترین علت این علاقه برمیگرده به سمت دکتر اسدی تو بیمارستان و همینطور هیئت علمی بودنشون. رگ دهاتیم قلمبه شد و بهم برخورد، خواستم بشینه سر جاش. عصبانی گفتم کی ازتون خواسته بود این کارو بکنین؟ مگه بابا خودش نمیتونست؟ الان دیگه تو اون دانشکده واسه من آبرو باقی نمیمونه. خدای من بچه‌ها رو بگو که دیگه از دستشون در امان نیستم. بابا دستشو گذاشت رو دستم و گفت آروم باش دخترکم، چیزی نشده که. همونم میخواست در حقت برادری کرده باشه. کنترل رفتارم سخت شده بود. قبل از اینکه دهنم باز کنم و به خاطر گناهایی کرده و نکردش بگیرمش به باد فوش، بلند شدم و موقع بالا رفتن از پله‌ها گفتم من خودم هم بابا دارم هم برادر، آقای دکتر صداقت. بعد رفتم بالا. حضور این پسر سکون و آرامش منو بدجور به هم ریخته بود. بدتر از اون رفتاری عادی پدر و مادرم بود. یعنی مشکل از من بود؟ یعنی من بیش از حد سخت میگرفتم یا اونا بی خیال شده بودن؟ تا شب از اتاقم بیرون نیومدم. مشغول درس خوندن بودم. اما مگه میتونستم تمرکز کنم؟ سر و کله این مزاحم پررو درست تو بدترین مقطع پیدا شده بود که من بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به آرامش و تمرکز نیاز داشتم. صدای تقه‌ای که به در خورد من از افکارم بیرون کشید. مامانم بود.
مامان خوشگلم که از وقتی که با بابا ازدواج کرده بود و بعد هوتن و حامله شده بود یه مقدار آب زیر پوستش رفته بود و خیلی خیلی جوانتر از موقعی به نظر می رسید که زن خلج بود. و ای کاش من به جای شبیه بودم به پدر واقعیم یکم از مامان زیبایی به ارث می بردم. نه اینکه ناشکر باشم نه، ولی مامان خداییش یه چیز دیگه بود. اومد کنارم نشست و گفت هنوز ناراحتی هورنازم؟ خودمو زدم به اون رو و گفتم نه، برای چی ناراحت باشم؟ لبخندی زد و گفت همون پسر خوبیه. دست از کتابام کشیدم و کامل برگشتم طرفش و گفتم منظور؟ جدی شد و گفت باور کن هیچی، یعنی میگم از کارش تعبیر بد نکن، خواسته غیرتی بازی در بیاره دیگه، جوونه. جدی به صورت مامانم نگاه کردم و گفتم من غیرتی بازی هیچکی رو نمیخوام. مامان تو دیگه چرا؟ تو که میدونی حس و حالم در مورد مردا چیه، تو که پا به پای زجر کشیدنام بودی، تو که میدونی نمیتونم کنارم تحملشون کنم. من نمیخوام کسی برای من یقه جر بده. من نمیخوام تو دانشکده اباحتی که برای خودم درست کردم که کسی جرأت نزدیک شدن بهمون نداشته باشه با این فردین بازی‌ها خدشه دار بشه. فردا نتونم دور و بریامو جمع کنم. من با هیچ کس هیچ وقت صمیمی نشدم که کسی بخواد سرک بکشه تو زندگیمو برای مردم رو کنه چی سرم اومده. کارای این پسر داره دوستامو تحریک میکنه که ازم بیشتر از کپونشون سوال کنن و این عصبیم میکنه. من الان باید بیشترین تمرکزم رو امتحان علوم پایه باشه، ولی به جای اون هر روز به نوعی با این بابا یه برنامه جدید دارم. حداقل از شما بابا انتظار داشتم باهاش برخورد محکمتری داشته باشین که حدشو بدونه، نه اینکه مهمونی دعوتش کنید. مامانم دستای سردمو گرفت تو دستاش و گفت ما از همه اینا خبر داریم عزیزکم، ولی تا کی میتونی فرار کنی؟ باید وایسی و بجنگی. تو بالاخره که ازدواج میکنی، باید بتونی با ترسات روبرو بشی هورناز. همه که نامرد نیستن، خودت خوب میدونی. چه نمونه و مثال تر و تمیزی از تفاوت مردم میتونم برات بیارم که مولا درزش نمیره. کجای بالات شبیه خلجه؟ چون آدینگ پس بود دلیل نمیشه شوهر آینده‌تم شبیه اون کثافت باشه. بذار زندگی روال عادیشو داشته باشه. از گذشتت خجالت نکش. تو هیچ تقصیری نداری. تو کار اشتباهی نکردی که بخوای پنهونش کنی هورنازم. تو خوشگلی، داری دکتر میشی. بابات دکتر اسدیه. این یعنی یه شانس خوب واسه ازدواج برای همه مردای اطرافت. هیچکی فرصتی مثل تو رو به این راحتی از دست نمیده. تا حالا بالاش نذاشته کسی پا جلو بذاره، ولی تا کی میشه پای ملت رو قلم کرد؟ باید قوی باشی و روبرو بشی. پریدم وسط حرف مامانم و گفتم به حرف آسونه مامان، منم میتونم اونقدر حرفای قشنگ در مورد عشق و زندگی بزنم که همه مبهوت بشن، ولی که چی؟ من حتی یک کدومشونم باور ندارم. من هنوز با ترس استفاده از پتو کنار نیومدم. اون وقت میخوای با ترس زندگی و ازدواج با یه مرد کنار بیام؟ من هنوز الف رو یاد نگرفتم که برم سراغ ب. مامانم گفت منم همینو میگم دخترکم. تو تا ازدواج فرصت زیادی داری. حداقل باید عمومی تو بگیری و بعد به فکر ازدواج باشی. 6 سالی که از درست مونده بهترین فرصته که کم کم یه دختر عادی بشی. پوزخندی زدم و گفتم دختر؟ منظورم رو گرفت و گفت درسته این جسمم برای خیلیا مهمه، ولی تو روحت باکر است. تو هیچکی رو تو دلت راه ندادی. اینه که مهمه. من موقع ازدواج با خلج با اینکه جسمم باکره بودم، ولی از الان تو بیشتر زن بودم. من روحمو به بالاش داده بودم، در حالی که جسمم بکر بود. اگه کسی واقعا بخوادت، مثل علاقه بالاش به من، این روح باکره تویی که براش اهمیت پیدا میکنه، نه جسم مورد تجاوز قرار گرفتت. بی حرف به حرفای قشنگ و مملو از آرامش مامان فکر میکردم و اصلا نفهمیدم که از اتاق رفت بیرون. دوستای خوبم، به پایان این قسمت از داستانمونم رسیدیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. مرسی که تا اینجا کنارم بودید. خدا نگهدار.